حامل القرآن قد خصك الرحمن. 7 الیف که در حالت وقف خوانده می شوند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه درباره 7 الیف که تنها در وقت وقف کردن خوانده می شوند. در قرآن کریم 7 الیف است که آنها تنها در وقت وقف کردن خوانده می شوند و در وقت آیت را دوام داده خوانده نمی شوند. در بالای این الیف ها رقم 0 گذاشته شده است. یکم کلمه لکن در سوره کهف آیت 38 که چنین خوانده می شود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لكن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. ببینید در وقت پیوست خواندن آخرین الیفی که در کلمه لکن آمده است خوانده نشد. این الیف تنها در وقت ایستادن خوانده می شود و در وقت پیوست خواندن خوانده نمی شود. لكن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. دوم کلمه الظنون در سوره احزاب آیت 10. سیوم کلمه الرسول در سوره احزاب آیت 66. چهارم کلمه السبیل در سوره احزاب آیت 67. پنجم کلمه سلاسل در سوره انسان آیت 4. ششم کلمه قواریر در سوره انسان آیت های 15 و 16. و هفتم کلمه انا در قرآن در کدام سوره که نآید. یک مثال را در سوره کافرون می آوریم که چنین خوانده می شود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا انا عابد ما عبدتم. سوره کافرون آیت 4. ببینید در وقتی پیوست خواندن ما انا خواندیم، یعنی الف را نخواندیم. ولا انا در وقتی ایستادن الف را میخوانیم. عزیزان، خلاصه درس این است: در وقتی تلاوت قرآن اگر به یکی از این کلمه ها روبرو شدیم، اگر بعد از خواندن این کلمه ها بایستیم الف خوانده می شود. اگر کلمه را پیوست خوانیم در این حالت الف خوانده نمی شود. یا حامل القرآن. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. اگر سوال ها پیدا شود در زیر نوار بنویسید، چون وقتی مناسب یافتیم به آنها جواب می گردانیم. در آخر دعا می کنیم که خداوند آموختن این علم را به هر یک ما آسان بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.